ادعای دوباره همین جریانه بر این که آقا ما نمیتوانیم بپذیریم اعتقاد شیعه را، اعتقاد شیعه باطله. به چه دلیل اعتقاد شیعه باطله؟ چون روایتی در منابع اهل سنت وجود دارد، روایتی آمده است که این روایت تعارض داره با اعتقاد شیعه، لذا حرف شیعه رو میذاریم میبوسیم میذاریم کنار. کلیپ اول رو با هم ببینیم، بعد برمیگردم در خدمت شما عزیزان خواهم بود. یه نکته هم خدمت ایشون عرض کنم که اصل این موضوع برمیگرده به اون روایت معروف که در کتب اهل سنت هم هست و اشاره شده که پیامبر بشارت این ظهور مهدی رو داده. از یکی از صحابه خودشون این روایت نقل میشه، در منابع اهل سنت هست، در منابع تشیع هم وجود داره. اما نکته‌ای که هست باز بنده ایشون رو ارجاع میدم به کتاب بهارالانوار علامه مجلسی جلد 51 و صفحه 103 که درباره اون روایت معروف صحبت میکنه و دلایلش رو میاره. در اون روایت پیامبر اشاره میکنه که این مهدی هم نام منه و نام پدرش هم نام پدر بنده است و چون این مطابقت با نمیفته، ایشون در بهارالانوار جلد 51 و صفحه 103 بعد از آوردن این روایت یک سری توجیهات هم میاره که چرا این اسم همخوانی نداره و چرا نام پدر همخوانی نداره. توجیهاتشون رو هم میاره. این رو هم ایشون رو ارجاع میدیم که بعد نیست یه نگاهی بندازیم. خب این آقایون ارجاع دادن ما رو به یک مطلبی در کتاب بهارالانوار علامه مجلسی. میخواد ادعا کنه که آقای شریفی شما نمیتونی تولد حضرت مهدی به عنوان فرزند امام حسن عسکری را ثابت کنی. چرا؟ چون یک روایتی اومده که در اون روایت پیغمبر میگوید اسم آن مهدی اسم من است، اسم پدرش هم اسم پدر من است. خب اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابی. این متن روایت. نکته اول من بگم آقای محترم، اصلا بحث ما الان سر این نیست که آیا این فرزند امام حسن عسکری همان مهدی موعود هست یا نیست. بحث ما بر سر اینه آیا امام حسن عسکری بدون فرزند از دنیا رفتن یا قبل از رحلت و شهادتشون صاحب فرزند شدن. اصلا فرض بر این بگیریم این فرزند امام حسن عسکری آن مهدی موعود نباشد. آقا محل اشکال رو بفهم. این روایتی که تو داری میخونی، این روایت اساساً ربطی به این نداره که امام حسن عسکری فرزنددار شدن یا نشدن. ما یه وقتی هست دعوا داریم سر این که آقا اساساً شخصی وجود خارجی دارد یا ندارد. آقای سلیمانی امیری اصلا وجود دارد یا ندارد. یه وقت دعوا سر اینه این آقای سلیمانی امیری و بهرام مشیری و این افراد اینا چه صفاتی دارن، چه اعتقادی دارن. ما این مطلبی که شما میخوای استفاده کنی این در رابطه با این است که کسی بخواد اشکال بگیره به شیعه میگه آقا این فرزند امام حسن عسکری شما نمیتواند آن مهدی موعود باشد. چرا؟ چون پیغمبر گفته آن مهدی نامش نام من است، نام پدرش هم نام پدر منه. پس این مهدی که شیعه معتقد است نام پدر او هم نام پدر پیغمبر نیست. پس این مهدی آن مهدی موعود نیست. شما هنوز محل اشکال رو نفهمیدی، هنوز انقدر متوجه نشدی که آقا اصلا این استدلال به این روایت ربطی به اصل تولد حضرت مهدی به عنوان فرزند امام حسن عسکری نداره. پس این نکته اول بفهمید اصلا حل اشکال چیه، بفهمید شما میخواید به چی استدلال بکنید و این روایت بهش میشه چه اشکالی گرفت و چه استدلالی، یعنی چه اشکالی از این روایت مطرح کرد و چه استدلالی ما به اصطلاح از این روایت میتونیم داشته باشیم. یه چیزی گفتی اصلا ربط نداره. اما یک نکته دیگه، همین روایتی که جناب عالی خوندی جاز خیلی جالبه.
میگه علامه مجلسی هم این رو نقل کرده، تو کتب سنی هم هست، تو کتب شیعه هم هست. اگر تو کتب شیعه هست اخوی این روایت مال اهل سنت، علامه مجلسی آورده و خودت هم گفتی و بعدش هم نقد کرده و رد کرده. پس یک، عقیده شیعه این نیست. هر چیزی که تو کتاب شیعه اومده باشه نه این که عقیده شیعه است، آوردن، بیان کردن، تحلیل کردن، نقد کردن، بعدم رد کردن. و متاسفانه ما میبینیم امروز این ملحدین و آتئیست ها مطالبی رو از کتب شیعه میخونن که آقا اون عالم شیعه اصلا خودش در بیان نقد و رد این مطلب رو آورده، قبل و بعدش رو میزنه، تیکش میخوره، میگه آقا ببینید فلان عالم شیعه هم گفته، تو فلان کتاب شیعه هم هست. اما وقتی میری رجوع میکنیم این اصلا داستان چیز دیگه است. پس یک، عقیده شیعه نیست. این نکته اول. نکته دوم، همین روایتی که شما داری میخونید چطور به این روایت خبر واحد سند ضعیف نزد خود اهل تسنن که خودشون هم گفتن روایت موضوع و ضعیف و جعلی است استدلال میکنی برای انکار تولد حضرت مهدی؟ بعد چند هزار روایتی که من به طرق مختلف دارم اینا رو مطرح میکنم که ازش ثابت میشه اینی که امام حسن عسکری فرزند داشته است و فرزند او همان مهدی موعوده، اینا رو چشمات روش میبندی. بعد چجوری شما ادعا دارید آقای سلیمانی امیری که اهل انصاف و تحقیق، آقای بهرام مشیری که میگید ما تاریخ پژوه هستیم و کتب تاریخی را، کتب حدیثی و کتب علمای شیعه و سنی را همه رو خوندیم، اینه اون اطلاعاتتون، اینه اون اصطلاحاً صداقتتون، اون وجدانتون و این انصافتون که مدعی هستید. خب آقایی که این ادعا رو مطرح میکنی، بریم ببینیم همین مطلبی که تو گفتی، این مطلب در منابع اهل تسننی که حتی برای شیعه هیچ حجیتی ندارد چگونه اومده و آیا اصلا اعتبار دارد یا نه، یا یه چیزی شما فقط همینجوری شنیدی. کتاب المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری، در این کتاب جزء الرابع جلد 4 صفحه 489 حاکم اینجا این روایت رو نقل میکنه از ابن مسعود که پیغمبر گفته بود این مهدی خواهد اومد، زمین رو خلاصه از اهل بیت منه و زمین پر از عدل و داد میکنه، بعد از اینکه پر از ظلم و زور شده باشد اسمه اسمی، او هم نام من است و اسم پدرش اسم پدر من است. این همون روایتی بود که این آقای آتئیست و خدا ناور بهش استدلال میکرد. پس میگفت پس عقیده شیعه در اثبات اینی که امام حسن عسکری فرزند داشته باطله. خب گفتم اول اصلا ربطی به اون نداره، اما بازم بریم ما باز پاسخ بدیم نسبت به همین مطالبی که جالبه از ملحدین و وهابیت اهل سنت اشتراکی از هر دو طرف این بیان میشه. این روایت، اولین کسی که این روایت رو نقل کرده از آقای ابن مسعود جناب آقای ترمذیه که 2 قرن قبل از حاکم نیشابوری زندگی میکرده. دقت کنید، اولین کسی این که این روایت در منابع اهل سنت نقل میکنه آقای ترمذیه. جالب بر اینه که در کتاب جناب آقای ترمذی، سنن ترمذی، با تحقیق آقای البانی وقتی رجوع میکنیم به روایت میبینیم این تیکه از متن روایت که پیغمبر گفته باشد اسم او اسم من است و اسم پدر او اسم پدر من وجود ندارد. کتاب سنن ترمذی، تحقیق آقای علامه محدث محمد ناصرالدین البانی، روایت باب 52، روایت رو میگه آقا صحیحه، اصل روایت رو اینجا تصحیح میکنه، میگه این روایت صحیحه. در اینجا فقط پیغمبر گفته اسمه اسمی. خب این اتفاقا تطبیق داره با عقیده شیعه، اسم پدرش اسم پدر من است در این روایت وجود نداره. سندم چیه؟ روایت از همون عبدالله ابن مسعوده که در کتاب مستدرک حاکم نیشابوری که قرن بعد از آقای ترمذی اومده، سالیان بعد از آقای ترمذی آمده است، تو اون متن آقای حاکم این مطلب اضافه میشه. پس روایت، آن روایت اصیل و روایت اصلی، منبع اولی که میاد نقل میکنه آقای ترمذی، اصلا اشاره به اون قسمت از اضافه متن وجود نداره. روایت رو البانی میگه حسن و صحیح هست. این نکته اول. کمی محققانه کار کنید، کمی محققانه حرف بزنید، اینطوری نیایید یه حرفی رو بزنید که بعد از نظر علمی اینقدر شما رو تحقیر کنن که آقا اینا فقط کارشون کپی پیسته، هیچ چیز جدیدی ندارن، هیچ کار تحقیقاتی انجام نمیدن.
و این لفظ، این قسمتی که آمده اسم پدرش اسم پدر من، این رو خود اهل تسنن گفتن آقا این باطل، درست نیست، از پیغمبر نقل نشده بلکه جعلی است. چرا؟ مثلا من مدرک اول خدمت شما ارائه کنم. کتاب الموضوعات مال جناب آقای ابن جوزی، اصلا کتابی که روایات موضوع را جمع کرده، روایات دروغ، روایات جعلی، جزء ثانی جلد دوم. کدوم روایت؟ در صفحه 57. همین روایتی که پیغمبر چی گفت؟ گفت اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابی. خب بعد چی میگه؟ میگه این حدیث از رسول خدا صحیح نیست، جزء روایات جعلی است که در منابع اهل سنت وارد شده. خب این نفر اول از آقای ابن جوزی. نفر بعدی بریم ببینیم باز چه کسانی از آقایون اهل سنت این روایت رو تضعیف کردن. دوباره بریم سراغ کتاب مستدرک حاکم نیشابوری با تلخیص جناب آقای ذهبی. در کتاب المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری جزء الرابع حدیث 8434 همین روایت رو نقل میکنه. بعد از کی؟ باز از همون آقای ابن مسعود. آقای ذهبی در تلخیص خودش میگه هازا موضوع، حدیث موضوع است. باز ببینید فرق میکنه بین ضعیف تا موضوع، خیلی تفاوته. اساساً وضع شده حدیث، یعنی جعل شده، دروغ گفته شده به پیغمبر در این حدیث و پیغمبر چنین سخنی را بیان نداشته. در تذکرة الحفاظش هم ذهبی میاره در جلد 2 صفحه 234 شماره 765. اونجا میگه هازا حدیث منکر ضعیف الاسناد، روایت باطله. همین رو آقای هیثمی باز در کتاب دیگه از علمای دیگه اهل تسنن، جناب آقای هیثمی اینجا در کتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد روایت رو میاره، جزء السابع جلد 7 در صفحه 432 حدیث شماره 12396. همین روایت میگه بزار و طبرانی نقل کردن، طبرانی در کبیر خودش و اوسط، معجم الکبیر و معجم الاوسط خودش روایت نقل کرده و روایت ضعیف است، روایت مورد قبول نیست. خب آقایی که شما اومدی من شیعه رو داری نقل میکنی و داری به اصطلاح خودت پاسخ به من میدی، جناب آقای سلیمانی امیری و بهرام مشیری ها و دیگر آقایون، شما هنوز این رو نمیفهمید و نمیدونید که برای من شیعه روایت از منابع معتبر خودم باید بیارید، اعتبارش رو ثابت کنید، اعتقاد شیعه نسبت به این روایت رو ثابت کنید که شیعه از این روایت اخذ عقیده کرده است. اینا رو چشمتون رو اینا بستید، رفتید از کتب اهل سنت روایتی رو آوردید که اصلا ربطی به اصل شبهه نداره. دوم روایتی از منابع سنی آوردید که خود اهل سنت هم روایت رو تضعیف کردن و گفتن روایت باطله و روایت ضعیفه. الان برادر من عزیز من چیکار کنم با شما؟ و این نکته رو بعد آقایون اهل سنت هم بدونن که این روایتی که شما استدلال میکنید، چون اهل تسنن این روایت رو استدلال میکنن مقابل شیعه و این آقایون آتئیست ها این مطالب و این موارد رو از روی اونها کپی پیست کردن. آقا علمای شما از سنی و سلفی و وهابی همشون این روایت رو تضعیف کردن. من مدرک آخر رو هم بیارم، شاید این نفر بگه آقا اینا که شما گفتی من قبول ندارم، من خلاصه سلفی وهابی ام و از محققین و علمایی که من قبول دارم بیار. این رو هم به عنوان مدرک آخر سلسله الاحادیث ضعیفه و موضوعه آقای محمد ناصرالدین البانی. همین البانی که روایت ترمذی رو تصحیح کرده بود که فقط پیغمبر گفته بود اسم من است، در کتابی که احادیث ضعیف و موضوع رو جمع کرده در اینجا مجلد ثالث عشر صفحه 1124 حدیث شماره 6492 تصریح میکنه، همین روایت رو میاره که آقا پیغمبر گفته اسم من است، اسم پدرش هم اسم پدر من. آقای البانی چی میگه؟ میگه این حدیث منکر است جدا، حدیث منکره. بعد قول ذهبی رو میاره، ذهبی گفته حدیث منکر است ضعیف الاسناد. ابن جوزی گفته حدیث موضوع است، هذا حدیث لا یصح عن رسول الله، حدیثی که از این حدیث
نسبت دادنش به پیغمبر صحیح نیست و دیگر علما و بزرگان اهل تسنن. پس اساساً جواب اول هیچ ربطی نداشت این اشکالی که شما گرفتی و این روایتی که آوردی به اصل تولد حضرت مهدی، چون اینجا بحث سر صفاته، بحث سر اصل تولد نیست که آیا همخوانی دارد این مهدی که شیعه معتقد است با همان مهدی موعود در روایات. خب تو این زمینه میشه بحث کرد، نه تو اصل اینی که آقا امام حسن عسکری فرزند نداشته است، این ربطی نداره. دوما همین روایتی هم که آوردی یک خبر واحد ضعیف جعلی موضوع، اونم نه در منابع شیعه، نه در روایات شیعه، نه در روایات که اهل بیت بیان کرده باشند، در منابع اهل سنت که خود علمای اهل سنت گفتن روایت جعلیه. اینه شما استدلالاتون، اینه اون علمیتتون که ادعا دارید. خب این کلیپ اول و پاسخی که ما نسبت به این کلیپ داشتیم. کلیپ شماره بعدی رو هم بشنویم انشاءالله. بعد از شنیدن این کلیپ باز برمیگردم در خدمت شما هستم. تواتر خبری هستش که از طرق و افراد مختلف زیادی گزارش بشه، به گونه‌ای که بدین وسیله به صحت خبر اعتماد کنیم، اطمینان کنیم. خب خبر چی هستش؟ آقای محمد ابن حسن عسکری 15 شعبان فلان سال بدون. خب این یه طرق و یه خبر. بعد میبینیم خب اینا رو بذاریم کنار هم، چندین و چند خبر گوناگونه، یعنی یه خبر واحد نیستش. کدوم یکی از اینها درسته؟ اقوال مختلف که در تضاد با یکدیگر هستن، یعنی نمیتونیم این خبرها رو با هم جمع کنیم. مگه میشه یه نفر هم توی 1 سال به دنیا بیاد، هم توی مثلا 1 ماه دیگه؟ نمیشه اینها رو با هم جمع کرد. پس حداقل اخبار تولد ایشون دارای تواتر نیست که بگیم بی خیال سندش. خب یه پاسخ دیگه این آقایون دادن. پاسخ چیه؟ خیلی من خندم گرفت وقتی این رو دیدم. آقا اقوال مختلف، اول تعریف تواتر رو گفت. خب خدا خیرت بده، از همین شا شروع کن. پس تعریف تواتر خودتون مطرح کردید. حالا میگه اقوال مختلفه در تاریخ ولادت حضرت مهدی. 2 تا قول نقل شده و نمیشود، چون نمیشود یک نفر در 3 تاریخ به دنیا آمده، پس اصل قضیه باطله. آقای محترم نمیدونم والا چجوری بگم به خدا، اصلا گاهی وقتا میمونم در پاسخ به اینها، خنده از این، از بسی که حرف پوچ و عزیز من. اینی که مثلا اینجوری مثال بزنم شاید بهتر بفهمید. برای شخص خود آقا رسول خدا اقوال مختلفی در تاریخ ولادت ایشون و شهادت ایشون آمده است. این نه این که پیغمبر چند بار به دنیا اومده و نه این که پیغمبر چند بار از دنیا رفته. ببین همینجور که اقوال مختلفی در تاریخ‌های مختلفی ذکر شده در تولد پیغمبر، 2 تا 3 تا ذکر شده برای شهادت و رحلت ایشون هم همینطور، اصلش ثابته. یعنی تواتر اینی که شخصی به نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم به دنیا آمده ثابت. جمع همه این اقوالی که شما میگید یک قضیه رو ثابت میکنه، اینی که این شخص به دنیا اومده. حالا در مورد حضرت مهدی هم چند تا اومده، نیمه شعبان 255 که گفتید آقا 2 تا قول اومده. خب از همینا تواتر معنوی اصل ولادت ثابت، اما نه اینی که این آقا 3 بار به دنیا اومده. قطعا 2 تایی از اینا اگر 3 تا قول باشه 2 تاش باطله. میرن رجوع میکنن ببینن قول جمهور، قول اکثریت، قولی که تطبیق پیدا میکنه با واقعیت کدوم یکیه، دنبال این میرن. اصلا تعارض با هم نداره که. پسر خوب الان برای شهادت آقا رسول خدا، برای شهادت بیبی حضرت زهرا، برای شهادت بعضی از ائمه، برای ولادتشون، این در نزد ما شیعان، در نزد اهل سنت هم همین جوریه. تاریخ ولادت و وفات خیلی از بزرگانشون چندین قول اومده،
آیا اصل اون اعتقاد رو میذارن کنار؟ اصل وجود اون شخصیت رو میذارن کنار؟ نه پسر خوب دیگه، این که نیست دیگه. یک اصلی الان در این دنیا اتفاق افتاده است، حالا رو ریز موضوعاتش اختلافه، اصل قضیه که نمیذارن کنار چون تعارضی با هم نداره. بفهمید بخواید به چی استدلال کنید، بفهمید بخواید به چی گیر بدید. خب اینا حرفیه که شما میزنید. پس از همین نکته که شما گفتید، اصل ولادت امام مهدی از فرزندان امام حسن عسکری ثابته. بریم سراغ کلیپ شماره 3. باز با میزان علم این آقایون، اشراف این آقایون به خلاصه کتب مسلمان ها، به کتب شیعیان، به کتب اهل تسنن بیشتر آشنا بشیم. کلیپ بعدی رو با هم ببینیم. همین حرکت رو شیخ آصف محسنی هم میزنه، یعنی این حرکت ظاهراً اپیدمی واگیر داره بین دوستان. شیخ آصف محسنی هم توی اون مبحثی که در کتاب خودش نقل آیات ولادت ایشون رو اشاره میکنه به اینکه ابن حجر عسقلانی هم این ولادت رو تایید کرد، در صورتی که این یک دروغ بزرگ. ابن حجر در صواعق المحرقه در صفحات 202 207 208 201 قضایای ولادت محمد ابن حسن عسکری رو اون چه تو کتاب‌های روایی اومده اشاره میکنه و میگه فقال ابن خلکان و شیعه ترا فیه انه منتظر قائم المهدی و هو صاحب سرداب عندهم و اقاویلهم فیه کثیره و هم ینتظرون خروج آخر الزمان من سرداب به سر من رای. میگه ابن خلکان میگه شیعیان میبینن در آن که اون منتظر قائم و مهدیه، صاحب سردابه و نزد ایشان اقوال و گفتارهای بسیاری از آنها که در انتظار خروج او در آخر زمان از سرداب سامرا هستند آمده. داره میگه چی؟ و هو صاحب سرداب عندهم، یعنی اونها این باور و اعتقاد رو دارن، نه اینکه ابن حجر عسقلانی این مطلب رو باور داشته باشه و در کتاب خودش آورده باشه. خب حرف این آقا رو دیدید باز خب ایشون دیگه تیم آقای سلیمان امیری خیلی اهل تحقیقن. نکته اول مطلبی رو نقل میکنه، میگه آقا حرفش این بود توی این قسمت از نقد برنامه بنده که آقا شیعه میاد از کتب اهل سنت مطالبی رو نقد میکنه در حالی که این اهل تسنن اینها رو از شیعه نقد کردن، اعتقاد شیعه رو داره بیان میکنه. حرفش اینه. خب که این رو من بارها از این شبکه‌های وهابی هم دیدم. نکته اول آقای عزیز و محترم برادر گرامی، ابن حجر عسقلانی با ابن حجر هیثمی که صاحب کتاب الصواعق 2 نفرن، قاطی کردید با هم دیگه. ابن حجر عسقلانی شارح بزرگ صحیح بخاری، کتابی داره کتاب مهمش فتح الباری فی شرح صحیح بخاری. اون یه نفر دیگه است. ابن حجر هیثمی یا هیثمی متوفای 973 صاحب کتاب الصواعق المحرقه یه نفر دیگه است. اینا رو با هم قاطی کردی. شما که ادعا دارید میخواید اسلام نقد کنید، اسم علمای مسلمان رو نمیدونید، اسم کتاباشون نمیدونید، هنوز نمیتونید تشخیص بدید این ابن حجر با اون ابن حجر فرق میکنه. مثال میزنم، میگن هر گردی گردو نیست، هر ابن حجری ابن حجر، خدمت شما عرض کنم عسقلانی 3 تا ابن حجر داره اهل سنت، 3 تا ابن حجر معروفه. یکی کتاب فتح الباریش من اسم آوردم، کتابای دیگه هم داره، شخصیت رجالی ابن حجر عسقلانی. 2 تا ابن حجر دیگه، یکی که نویسنده کتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد کتاب معروفش، یکی دیگه صواعق المحرقه است. اینا هر کدومشون یه شخصیت جداگونه. خواهش میکنم قبلی که بخواید اسلام رو نقد کنید، شیعه رو نقد کنید، یه مقدار مطالعاتتون بیشتر کنید. نکته دوم، این کلیپ رو من پخش کردم، ادامه بحثمون، حالا این جلسه و جلسات دیگه مفصل حول این بحث خواهیم کرد. ادعاهای دروغی رو این آقا مطرح کرد، همینطوری که
خدمت شما عرض کنم دیگران و اهل سنت و وهابیت هم این ادعا رو مطرح کردن که این مطالبی که اهل تسنن در تولد فرزند حضرت مهدی مطرح کردن، اینا اعتقادات شیعه را داشتن بیان میکردن. من یک نمونه خدمت شما نشون بدم، حالا ظاهرا بعد تماسی داریم و باز در خدمت شما خواهیم بود ادامه بحث. ببینید خوب دقت کنید عزیزان، یا این از کشفهمی این عزیزان و بزرگوارانه که نمیفهمن بحث رو، که ظاهرا متوجه نمیشن، یا یک عنادی دارن. ما هی اینو تکرار میکنیم، ما دعوامون سر شخصیت و جایگاه حضرت مهدی نیست. الان محل اختلاف ما سر اینه که آقا اصلا امام حسن عسکری صاحب فرزند بوده است یا نه. ببینید علمای سنی مورخینشون، نسب شناسانشون این رو نقد کردن که امام حسن عسکری فرزندی داشت، در این تاریخ به دنیا اومد، مادرش این اسامی رو داشت، این اسم خودش بود. حالا این فرزند را شیعیان معتقدند، این شخص را شیعیان معتقدند که او همان مهدی موعود است، همان کسی است که به غیبت خواهد رفت و می آید بعد از غیبتش زمین را پر از عدل و داد میکنه. آقای محترم، عزیز من، برادر من، دعوا سر اینه که تو میخوای بیایی بگی امام حسن عسکری فرزند نداشته. دعوا سر صفت و مقام و جایگاه این شخص نیست. اینه که تو داری میگی آقا عقیده شیعه رو مطرح کرده، این مال اون قسمتی است که مربوط میشه به صفات و شخصیت این شخص، نه اصل تولد. دقیقا همین یا جهالت یا خیانت که شما مرتکب میشید شبکه‌های وهابی هم دارن. آقای ابن حجر، نه ابن حجر عسقلانی که شما گاف دادید، در کتاب صواعقش تصریح میکنه، میگه امام عسکری، دقت کن، غیر از ابوالقاسم محمد فرزندی نداشت. غیر از، پس یک فرزند داشت، میگه فقط یک فرزند داشت که در هنگام فوت امام حسن عسکری این فرزند 5 ساله بود. خدا به او دون سن کم حکمت عطا کرد. حالا عده‌ای گفتن که خلاصه تو شهر ناپدید شد، مشخص نیست کجاش، کسی نمیدونه کجا رفته. بعد میاد میگه من در باب 12 اشاره کردم که رافضیان اعتقاد دارن او همان مهدی است. ابن حجر در چند جا و در چند مطلب از کتابش به این اشاره میکنه. ما بحثمون سر جایگاه نیست، سر اینی که امام حسن عسکری صاحب فرزند بوده. من یک نمونهش خدمت شما بینندگان عزیز نشون بدم که بفهمید این آقایون واقعا چیزی برای گفتن ندارن. متاسفانه کتاب صواعق المحرقه آقای ابن حجر اینجا تصریح میکنه به این نکته که آقا این امام حسن عسکری چه سالی از دنیا رفت، شخصیتش مفصل بحث میکنه و بعد میگه فرزندی داشت. این فرزندش زمانی که امام حسن عسکری از دنیا رفت 5 سالش بود. خدا تو همون سن کم بهش حکمت داد. بعد میاد میگه آقا تو مدینه ناپدید شد، غایب شد، خلاصه کسی نمیدونه چه اتفاقی براش افتاد. و من در ادامه فصل نمیدونم 12 در مورد این نکاتی رو گفتم که رافضی ها و شیعیان در مورد این شخص چه اعتقاداتی دارن. خب این که چه ربطی به تولد داره؟ ما بحثمون صفت نیست، مقام نیست، جایگاهش نیست. عزیز من، بحث ما اصل تولد و اصل اینی که امام حسن عسکری فرزند داشته. اون قسمتی که ایشون تصریح میکنه به تولد فرزند امام حسن عسکری که زمان وفات پدرش 5 سالش بود، ربطی به عقیده شیعه نداره و شما متاسفانه خلط کردید این مباحث رو. خب اتاق فرمان تماس داریم. خیلی خب، تماس بیننده رو خب خیلی خوب، ظاهرا تماس رو میگم قطع شده. این پس حالا ان شاءالله تا اگه تماس رو مجدد وصل شد تماس رو وصل کنید. این پس تا نکته اولی که باید این قضیه مشخص بشه. کلیپ بعدی رو ببینیم، چون تو ادامه کلیپ بعدی این آقا دوباره یک اشاره‌ای به همین نکته کرده که بعد من مفصل حول این موضوع بحث خواهم کرد. علم تاریخ مورخین در این مسئله تصریح کردن در این سال امام حسن عسکری
صاحب این فرزند شد به این نام. حالا در مورد او اختلاف از شیعه این اعتقاد داره، اهل سنت این اعتقاد داره. پس باز این یک دسته دیگه. مورخ نمیگه قطعا به دنیا آمده. شما نگاه کنید چی جوریه این که بگه در فلان تاریخ در فلان شهر شخصی با این مشخصات اومده امام مهدی حی. میگه نه، اینها اعتقادات شیعه است. این آوردن به عنوان یک حقیقت موجود که شیعیان چنین اعتقادی دارن. حالا مثلا من الان بیام اسلام رو نقد بکنم، آیا این هستش که اسلام مثلا درسته بر حق؟ نه، الله رو دارم نقد میکنم یا فلان و بهمان، دلیل بر تایید اینها که نیست. دارم میگم سنی این اعتقاد داره، شیعه این اعتقاد داره و قص الهازا. یه سری این استدلال رو میکنن، خیلی باحاله. میگه شما در مورد چیزی حرف میزنی که وجود داره، چیزی که وجود نداشته باشه که نمیتونی صحبت کنی راجبش. این استدلال های بچگانه است. خب دیدی دوباره حرفش رو در ادامهش تکرار کرد که استدلال های بچگانه شیعه داره. چرا استدلال بچگانه داره؟ چون داره نقل قول میکنه اهل تسنن عقیده شیعه رو و اینا میان میگن استفاده میکنن که آقا بله خلاصه این علمای شیعه هم به چنین نکته اعتقاد دارن. من چند تا مدرک برای این آقا بیارم. اگر شما واقعا مردید تحدی میکنم، هم شما آقای سلیمانی امیری و بهرام مشیری و تیمتون که دارید اصطلاحاً پاسخ میدید، هم شما وهابی ها و اهل تسنن که یک مورد از این مواردی که من دارم میارم رو بیارید و اون قسمت تولد حضرت مهدی رو ثابت کنید که اینجا میگه این اعتقاد شیعه است، این اعتقاد شیعه است. دقت کنید نکته خیلی مهمه ها. بگه آقا این ادعای تولد، اینی که امام حسن عسکری صاحب فرزند بوده، این ادعای شیعه است. من الان این مدرک رو از منابع معاصرین نشون بدم. اول از ابن حجر قرنها پیش آوردم، اما یک مدرک که الان میخوام خدمت شما بیارم ببینم پاسخ این آقایون نسبت به این حرف چیه. اینقدرم صریح و واضح گفته که دیگه هیچ بازی هم شما سرش نمیتونید در بیارید. ببینید شخصیتی است بین علمای اهل سنت معاصر ما، جناب آقای مولوی محمد عمر سربازی. کسی نمیتونه انکارش کنه. علمیتش و شخصیتش نزد اهل تسنن. برادر ایشون الان مولوی عبدالرحمن چابهاری، امام جمعه اهل سنت چابهاری، کتابی داره به نام فتاوای منبع العلوم کوهوند. خب در این کتاب جلد سوم صفحه 141 آیا امام عسکری اولاد داشته است یا نه؟ آقای سلیمانی امیری خوب نگاه کن این رو. شما سوال پرسیدن از آقای مولوی محمد عمر سربازی، میگه شما مؤلف در شجره‌نامه خود نوشتید که من از اولاد حسن عسکری هستم. بابا شمایی که ادعا میکنی یک مدرک و یک سند ما ندیدیم و پیدا نکردیم که امام حسن عسکری صاحب فرزند شده باشه. علمای اهل تسنن ادعا دارن نسلشون و نسبشون برمیگرده به امام حسن عسکری. خب اگر امام حسن عسکری فرزند نداشته است، اینا چجوری ادعا دارن که نسل و نسبشون به امام حسن عسکری برمیگرده؟ بعد این عقیده شیعه رو داره مطرح میکنه. آقای عزیز همین رو به من پاسخ بده. الان این عقیده شیعه است یا تو شجره نامه خودش نوشته من از اولاد امام حسن عسکری ام؟ حالا خودش جواب میده. جواب چیه؟ میاد میگه آقا همه متفقن بر این که امام مهدی خواهد آمد. حالا اهل تسنن میگویند که تا به حال از مادر متولد نشده و در آخر زمان در مدینه منوره از پدری حسنی و از مادر حسینی به دنیا آمد. اقوال مختلف رو نقل. باز دوباره نری سراغ جایگاه و فضیلت و شخصیت حضرت مهدی ها. بحث ما اینه که امام حسن عسکری فرزند داشته یا نداشته. اهل تشیع قائلن که پیدا شده و موجود است و به غیبت رفته. حالا میگه اختلاف در این موضوع هست که حضرت امام حسن عسکری چند تا پسر داشت. خوب دقت کن. بعضی از اهل تسنن قائل شدن 2 پسر داشت، بعضی میگوین فرزند نداشت، بعضی میگوین 1 پسر داشت. پس بابا خود اهل تسنن 3 تا نظریه توشونه.
عده‌ای میگن چند تا فرزند داشته، عده‌ای گفتن فرزند نداشته، عده‌ای هم گفتن یک فرزند داشته. در اسم او هم اختلاف کردن. الان این آقای باسواد میگه آقا چون پس در اسمش اختلاف شده، در این که باز امام حسن عسکری چند تا فرزند داشته، یکی داشته یا نداشته یا 3 تا فرزند داشته، پس میگم آقا اصلا از امام حسن عسکری فرزند نداشته. این نتیجه گیریات اینجوریه. بعد میاد چی میگه؟ میگه در اسم او اختلاف کردن، بعضی گفتن امام محمد، بعضی گفتن امام محمود به لقب علی اکبر، چنانچه در نسب نامه خواجه نقشبند است. از بزرگترین، این شاید بشه بزرگترین، خدمت شما عرض کنم سلسله صوفی اهل تسنن سلسله نقشبندی است تا جایی که تو ذهنم هست. و بعد میگه بعضی لقب او را حجت، منتظر و قائم و مهدی و صاحب الزمان و کنیت او را ابوالقاسم نوشتند. ولادت گرامی ایشان را در روز جمعه نیمه شعبان سنه 255 هجری نوشتند و وقت وفات پدرش 5 ساله بود. اسم مادر محترمش را هم چند تا اسم ذکر کردن، از جمله اونها حضرت نرجس و در وقت غیبت 9 ساله بود، چنانچه ابن خلکان این را نقل میکنه. حتی ادعا میکنه این مولوی سنی که بعضی از اهل سنت قائلن به او که به غیبت هم رفته است. خب الان این اعتقاد شیعه است یا اعتقاد خودشه؟ این ادعا داره از نسل امام حسن عسکری. چطور پس شما ادعا میکنی؟ هیچ دلیل مدرکی نیست و اینا اعتقادات شیعه رو دارن مطرح میکنن. چرا دروغ میگید؟ این مدرک اول از همین جناب آقای مولوی محمد عمر سربازی. اما مدرک بعدی که اون قسمت از حرف بنده رو که جلسه قبلی هم به اون اشاره کردم رو باز خدمت شما عزیزان ارائه کنم، چون اونم نکته قشنگیه. ایشون در یک کتاب دیگهش میخواد پاسخ بده به این نکته که آقا ما اهل تسنن هم نسبت به اهل بیت ارادت داریم. چی میگه؟ در کتاب پرسش و پاسخهای ارزشمند برای جوانان ارجمند، دوباره از آقای مولوی محمد عمر سربازی، در اینجا میگن ازش بپرسن خب آقا مراد از اهل بیت کیست؟ اهل بیت کیان آقای مولوی محمد عمر سربازی؟ پاسخ میده اولاد حضرت زهرا و به خصوص کسانی که نبی اکرم در حق اونها فرمود اینها اهل بیت منن. باز پرسش، گروهی گویند که اگر اهل سنت با اهل بیت محبت می داشتن حتما از نامها و مشخصات اونها با خبر بودن. پاسخ میده میگه اینم غیر صحیحه. اهل سنت از همه اینها با خبرن. اهل بیت پیغمبر 12 نفرن، فقط نزد ما معصوم نیستن، آری محفوظ و اولیا و اقطابن. ببینین باز دوباره بحث ما اینی که اونها مقام الهی، امامت الهی دارن، ایشون انکار میکنه. معصوم باشن انکار میکنه، ادعای اسمت داشته باشن انکار میکنه، علوم لدنی و غیبی داشته باشن اینا رو قبول نداره. اصلا دعوامون اینجا نیست، اختلاف اینجا نیست. اصل اختلافمون سر اینی که آیا امام حسن عسکری فرزند داشته یا نداشته و او فرزند او جز اهل بیت هست نیست. اینا فعلا به این کاری نداریم. پاسخ میده خب سلسله و ترتیب اسامی آنها این است: 1 حضرت علی علیه السلام، تاریخ تولدش فلان، میریم. حضرت 2 امام حسن، 3 امام حسین، 4 علی ابن الحسین، همینجور میره خدمت شما. 5 امام باقر، 6 امام صادق، امام 7 امام 8 میریم تا میرسیم به امام 12. امام 11 کیه؟ امام 11 آقا امام حسن عسکری، حضرت حسن ابن علی. خوب دقت کن، بعد لقبش عسکری. 12 حضرت محمد ابن حسن، محمد فرزند امام حسن عسکری، کنیت او ابوالقاسم، لقبش مهدی منتظر. بعد به عقیده شیعه زنده است و به غیبت رفته و بعداً ظهور میکند. این قسمتش عقیده شیعه است. کدوم قسمت که ایشون داره نقل میکنه؟ غیبت کبرا و ظهور ایشون و اینی که این مهدی همان مهدی موعودی است که شیعیان بهش اعتقاد دارن. این قسمتش محل اختلاف نیست. محل اختلاف اینی که آیا امام حسن عسکری، شبهه شما این بود دیگه، کلیپش هفته پیشم پخش کردم که آقای سلیمانی امیری ادعا میکنه ما هیچ سندی نداریم و طبق این کلیپی که الان پخش کردم که همه اهل سنت گفتن این که گفته شده امام حسن عسکری فرزندی به نام محمد داشته عقیده شیعه است، هیچ سندی هم نداریم. الان این قسمت که امام حسن عسکری فرزندی به نام محمد داره عقیده اهل تسنن است
نه تنها شیعه، سند و مدرک هم الا ماشاءالله آوردیم. یکی از اون دلایل و طرقی که نمیتونید رد کنید، نه شمای ملحد میتونید رد کنید، نه توی اهل سنت و وهابیت، اینه که پیغمبر گفته خلفای بعد من 12 نفرن، یک به یک اسم آورده، پدر و پسر. 11می امام حسن عسکری، 12می فرزند او، که گفتم تواتر این روایت ثابت و جلسه پیش یک آماری از این روایت، از آمار و ارقام این روایت ها خوندم. اینجا این مولوی سنی هم داره همون رو اشاره میکنه و قابل انکار نیست. باز خود ایشون در جای دیگه خدمت شما عرض کنم، باز مدرک سوم، در اونجا هم من این مدرک رو خدمت شما نشون بدم و فکر میکنم دیگه وقت ما به پایان برسه با ارائه این مدرک و ادامه بحث باز بذاریم برای هفته بعد. دوباره همین آقای مولوی محمد عمر سربازی، مجالس قطب الارشاد، کتاب دیگش، در جلد دوم، بسیاری از علامت ظهور حضرت مهدی ظاهر شده. آیا علامات ظهور حضرت مهدی که در حدیث آمدن ظاهر شده؟ جواب میده ظاهر شدن علاماتی که برای اینکه بفهمید آقا کتابای اهل تسنن ما خط به خط ورق زدیم، عقایدمون رو از کتب خودمون و روایات خودمون که هیچ، از همون مخالفینی که این عقاید ما را ندارن ثابت میکنیم. میگه این علائمی که برای ظهور حضرت مهدی اشاره شده از 400 سال قبل این علائم اتفاق افتاده. لذا بسیاری از بزرگان اهل سنت، دقت کنا، بسیاری از بزرگان گفتن حضرت مهدی متولد شده اما هنوز ظهور نکرده. بسیاری از علامات ظهور حضرت مهدی ظاهر شده و این علامات آشکار شده آنچه که در حدیث آمده، اما به طور قطعی و یقینی نمیدانیم که متولد شده یا نه. البته آثار و علامات ظاهر شدن و تنها چیزی که مانده ظهور آن حضرته. اینجا بحث اون صفات ها، این امام حسن عسکری فرزند داشته، اون تموم شده است، این رو بازی با اون ندید. خلاصه باز بفهمید که حداقل چی دارید استدلال میکنید. من اینجا میخوام بیام بگم این مهدی که ما بهش معتقدیم او خواهد آمد، ظهور خواهد کرد. این عالم سنی میگه از 400 سال پیش علائم ظهور اتفاق افتاده و بعضی از بزرگان ما گفتن آقا این مهدی متولد شده و به دنیا آمده. و بعد ایشون میگه آقا اتفاقاتی که در مورد آمریکا و افغانستان و عراق افتاده اینها مقدمه ظهور این مهدی است و من آن را تایید میکنم چون مطابق با احادیث صحیحه ماست. خلاصه بحث رو جمع کنم، بحث اینه که آنچه که شیعه در مورد، ممنون متشکر اتاق فرمان، آنچه که شیعه در مورد اثبات تولد حضرت مهدی از منابع خودش و منابع اهل سنت ارائه میده قابل انکار نیست. خلفا اثنا عشر، شما نمیتونید اینا رو رد کنید. این نکته اول. از شیعه هم خوندم، از اهل سنت هم آوردم. اتفاق بر همه این است که اون 12مین خلیفه او مهدی است، فرزند امام حسن عسکری. هفته پیش از شیعه خوندم، یه هفته از علمای اهل سنت هم آوردم.